خب وقتی که ما میخوایم یک لپتاپ خریداری کنیم باید به اولین موردی که توجه کنیم اینه که خب بودجه ما چقدر هست، چقدر هر آخرین سقف یا حد بودجه‌مون رو بدونیم. 7 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون چقدر. مورد دوم این که لپتاپ ما کارایش چی باشه. آیا ما میخوایم یک لپتاپی برای کارهای اداری و نرم افزارهای آفیس مثل ورد و اکسل و کارهای حسابداری استفاده کنیم لپتاپمون رو. خب طبیعتا ما یک لپتاپ ارزان قیمت میتونه به ما خیلی کمک کنه و اون کار ما رو راه بندازه. یا مثلا اگه ما بخوایم برنامه نویسی کنیم یک لپتاپی با یک رم 4 گیگ برای ما کافی هست. با یک گرافیک پایین، سی پی یو پایین و یک لپتاپ ارزان قیمت کار ما رو راه میندازه. ولی اگه ما بخوایم کارهای گرافیکی رو انجام بدیم و بس بازی های سطح پایین رو انجام بدیم و یک مقدار لپتاپمون رو یک مقدار بالاتر در نظر بگیریم و اگر که بخوایم از یک گرافیک سنگین بهره بگیریم یا بازی های سطح بالا بازی کنیم یا بالفرض ما یک استریمر باشیم، اول اینکه من توصیه میکنم به گیمرها که اصلا لپتاپ نخرن و از پی سی استفاده کنن. به هر دلیلی اگر که حالا نمیتونن، حالا با مجبورن لپتاپ بخرن و پی سی نمیتونن بخرن، خب دیگه حالا لپتاپ های مخصوص گیمینگ هست. مال شرکت MSI بسیار لپتاپ های خوبی رو داره، خنک کنندگی بسیار خیلی خوبی داره، این خنک کنندگی عالی داره. چون که میدونید بحث گیمینگ که میاد وسط، کارت گرافیک باید بالایی باشه، سی پی یو باید بالا باشه، رم حداقل 8 گیگ حداقل نیاز هست برای بازی های امروزه. نسل DDR4 رم ها باید استفاده کنیم و کلا یک لپتاپ گران قیمتی در میاد. اگر که ما کارهای 3D میکنیم، کارهای معماری میکنیم، نیاز به اون گرافیک سنگین داریم، نیاز به یک سی پی یو بالایی داریم، خب پس ما یک لپتاپ گران قیمت نیاز داریم که سی پی یو و اون کارت گرافیک بالایی داشته باشه. خب لپتاپ ها حال ما کاری نداریم که اون شرکت سازنده لپتاپ ایسوس هست، لنوو هست، اچ پی هست، این کاری به ما نداریم. ما به مشخصات لپتاپ کار داریم. ما هیچ وقت نمیگیم مثلا یک لپتاپ MSI بهتر از لنوو یا مثلا HP بهتر از ایسر. اینطور نمیگیم. ما به مشخصات لپتاپ کار داریم و با توجه به مشخصات لپتاپ میگیم که کدوم لپتاپ نسبت به اون لپتاپ بهتر است و نسبت به قیمت لپتاپ و اون پرفورمنس سیستمی، همون مشخصات سیستم هست که ما میگیم دو تا لپتاپی که در یک رنج قیمت قرار میگیرن کدومش بهتر است. مسلما دو لپتاپی که در یک رنج قیمت قرار میگیرند اونی بهتر است که خب مشخصات درونیش و سی پی یوشون، کارت گرافیک اونا بالاتر است. ما میگیم به اون بهتر است. خب اولین مورد صفحه نمایش لپتاپ است. خب بعضی از صفحه نمایش ها اصلا لمسی هست. اگر که این باعث میشه خب قیمت لپتاپ بالاتر بره، اگر که این برای شما مهم هست که لمسی باشه خب میتونه استفاده کنید، وگر نه برای شما کاربردی نداره، لزومی نداره که شما صفحه لپتاپتون لمسی باشه و قیمت لپتاپ رو ببرید بالا و از لپتاپ های گرانتر استفاده کنید. اندازه صفحه نمایش هست. اندازه صفحه نمایش حالی بستگی به کاربرد شما داره، حالا 16 اینچ، 17 اینچ، 15 اینچ، حالا این بستگی به سلیقه خودتون داره، بستگی به کاری که دارید که میخواین با لپتاپ. حالا اگه شاید که دوست داشته باشه لپتاپ بزرگتری رو بخره، خب این دیگه یک سلیقه‌ای هست، بستگی به نیاز طرف داره. خب دیگه این صفحه نمایش در همین حد که اندازش شما بدونید کافی است. دیگه حالا نوع صفحه نمایش زیاد مطرح نیست، مهم نیست. حافظه رم یا DDR3 هست یا DDR4 هست در لپتاپ های که الان نو میخوایم بخریم. کاری نداریم لپتاپ های دست دو قدیمی که رم DDR2 داشتن نه کاری نداریم. خب الان اکثرا DDR4 هستن لپتاپ ها.
بعضی هاشون هم هنوز DDR3 رو ساپورت میکنن که البته DDR4 ها نسبت DDR3 ها هم سرعت بالاتری دارن، هم گران قیمت هستن و هم جدیدتر. خب دقت صفحه نمایش، یعنی اون رزولوشن صفحهش چجوری باشه. اگر که شما یک گرافیست هستید، خب بالاخره دوست دارید که صفحه نمایش شما حتما فول اچ دی رو ساپورت کنه یا حتی بیشتر و رزولوشن های بالاتر رو ساپورت کنه. مسلما هرچه این رزولوشن بالاتر، صفحه نمایش بالاتر باشه، خب مسلما قیمت لپتاپ هم بالاتر خواهد بود. ولی در کل در بحث لپتاپ به نظر من اون دقت صفحه نمایش، نوع صفحه نمایش رو ندید بگیرید. و بالفرض میگم این لپتاپ رو ببینید. بذار من یک لپتاپی باز کنم، مشخصات این رو من ببینم. همینطور که میبینید این یک لپتاپ با صفحه نمایش 15.6 اینچ هست. این اندازه صفحه نمایش یک اندازه معمولی و مرسوم در لپتاپ هست. کسی که میخواد کار اداره کنه، کار فتوشاپ کنه، یک کار گرافیک سابق کنه، یک بازی سابق رو انجام بده، در همین رزولوشن میتونه انجام بده و مشکلی براش پیش نیاد. نیازی نیست که لپتاپ هایی رو بخره که بپس صفحه نمایش های بزرگتری رو داره. حالا من اگه بیام یک صفحه نمایش بزرگتر مثلا فول اچ دی رو چک کنم، میبینید که قیمت خیلی متفاوت است. قیمت از 17 میلیون، 12 میلیون، 16 میلیون، میبینید قیمت ها به این صورت هست. خب و اگه بیام یک صفحه نمایش بزرگتر، این بزرگترین صفحه نمایش که موجود هست و من یک چک کنم، میبینید از قیمت از 26 میلیون به بالا است. این قیمت بسیار بالایی است و بیشتر برای لپتاپ های گیمینگ و لپتاپ هایی که ورک استیشن هستن استفاده میشه. این صفحه نمایش برای گرافیست ها و اینا استفاده میشه. بالفرض این لپتاپ هایی که میبینید. خب مورد بعدی، بذارید من برگردم به عقب. خب ما پردازنده گرافیکمون هست، یعنی آیا ما میخوایم، باز هم این مهم نیست که اون گرافیک ما انویدیا باشه یا شرکت AMD اونو درست کرده باشه، باز هم این مهم نیست. حالا بعضی متعصب هستن میگن نمیدونم انویدیا بهتره، بعضی ها متعصب هستن میگن AMD بهتره. نه، این سازنده پردازه اون گرافیک ما میخواد انویدیا باشه، میخواد AMD باشه، فرق نمیکنه. اگه میگید اینجا اینتل نوشته، یعنی اینکه اون سی پی یو خود لپتاپ یک مقداری گرافیک رو هم، گرافیک آنبورد داره روی خود سی پی یو و اون نیاز به کارت گرافیک مستقل هم حتی نداره. این البته ما این بحث رو برای کامپیوترهای اداری و کامپیوتر سطح پایین هست که نمیخوان کارت گرافیک بذارن روش و قیمتش بره بالا هست. توصیه میکنیم حتما کارت گرافیک روش باشه روی اون لپتاپ. خب حالا از این مورد هم که بگذاریم، بحث سیستم عامل هست. لپتاپی بخواید که فاقد سیستم عامل باشه. چرا؟ چون که شما بگم چند قیمت، چون که پول اضافی برای سیستم عامل نخواد بدید. وقتی که شما راحت میتونید برید از اینترنت ویندوز 10 رو راحت رایگان کرک شده بگیرید، دانلود کنید، نصب کنید و آپدیت کنید، چه لزومی در پول بدید 1 میلیون بالفرض پول بدید برای سیستم عامل. من همیشه توصیه میکنم لپتاپی بخرید که فقط سیستم عامل باشه. بعد از مدتی اون سیستم عامل بالفرض خراب بشه، بکاپتون رو از دست بدید، مجبورید شما برید یه ویندوز جدید روش نصب کنید و عملا اون پول ویندوزتون انداختین دور. خب اینم از این موضوع. خب پس من این سیستم عامل رو میذارم. حالا بذارید من این یه سیستم عامل دارش رو نشونتون بدم.
میبینید قیمت ها رو. بذارید من ارزان ترین رو بیارم بالا. 10 میلیون. مطمئن باشید 1 میلیون حداقل یا 2 میلیون یا هرچی. سیستم عامل پول ویندوز